یه سوال میخواستم بپرسم که توی کوئری حالا نمیدونم این where order by چی بهش میگن، چه چیزای دیگه هم داریم که بتونیم اینطوری حالت زنجیروار بنویسیم؟ علاجه نکن. گروپ بای داریم، جین اوردر بای، دن بای داریم، جوین داریم. پس خیلی زیاده. داریم خیلی زیاد. آره محدود هست به یه عددی. فکر میکنم 50 تا باشه اگه اشتباه نکنم. ولی پرکاربرداشو من به شما میگم واقعا نمیتونیم همشو بگیم چون لازم نیستن. تو برنامه‌نویسی خیلی پیشرفته شاید اونا رو استفاده بکنی. کما اینکه اونا هم یه جورای تبدیل اینا به حالتهای دیگه ان، وگرنه چیز جدیدی نیستن. جدیداش مثلا شاید بگم 10 تا، شما با 10 تا سر کار دارید که من اینا رو حتما به شما میگم. همین کارهای کواد رو انجام میده دیگه، درسته؟ کارهای کوئری رو، کرود نه. کوئری زدن رو، فقط کوئری. اوکی. شما میتونید توی جدول کوئری بزنید، دو تا جدول رو با هم جوین بکنی، دسته‌بندی بکنی بر اساس ادیت کنی، اوردر بزنی، یعنی سورتشون بکنید به صورت نزولی صعودی و خیلی کارهای دیگه که به کوئری مربوطه. در واقع شما از یک جدول یا چند جدول یک لیست دیگه بیاری بیرون، حالا به چه شکلش با این دستورات. خلاصه کلام این میشه. ادیت هم میشه کرد دیگه، درسته؟ نه عرض کردم کوئری زدنه. اون بحث ادیت میشه بحث همون کرود منهای، حالا اون دقیقاً کرود دیگه میشه کرود. ادیت کردن یه بحث دیگه است که هنوز بهش نرسیدیم، اون یه داستان دیگه است. بعد بحث کرود مربوط میشه به بانک‌های اطلاعاتی. ما اینجا دیگه داخل آرایه بحث کرود به لینک ربطی نداره. شما بیا اینجا بنویس خونه مثلا 3 شو این شکلی، این طرح خونه 3 شو میخوام مثلا یه عدد دیگه، این میشه ادیت کردنه. درست. بحث کرود برمیگرده به بحث‌های بانک‌های اطلاعاتی. یعنی شما دیگه وقتی دیتابیس ها رو یاد گرفتی اون موقع بحث کرود میاد وسط. من هنوز به دیتابیس نرسیدم، بس کرود خب این مگه الان این همین تیبل ما، همین کوئری که داریم میزنیم مگه از بانک اطلاعاتیمون نیست؟ خیر. من اینجا به شما توضیح معلومه اصلا با بانک اطلاعاتی در کار نیست. من فعلا با این اولیه دارم کار میکنم. بانک اطلاعاتی من این بود و این بود. من فعلا با این دارم کار میکنم. درسته؟ من وقتی این آرایه کجاش بانک اطلاعاتی بود؟ آها. آقا من دارم لیستی کار میکنم که این لیست الان روی این کد. الان این لیست بله بعدا نمیتونه تیبلمون باشه. ببین چرا میتونه، ولی موقع دیگه باز شما با همین سینتکس کار دارید، فرقی نمیکنه. شما چه روی تیبل روی یک آبجکت بخوای کوئری بزنی، چه روی یک تیبلی توی بانک اطلاعاتی بخوای کوئری بزنی، حالا با چه پل ارتباطی فرقی نمیکنه. مهم اینه که با دیتابیس کار بکنی یا با آبجکت ها کار بکنی. داره میگه با زبان خیلی ساده میگه که من با هر دوتاش با یک زبان با یک سینتکس کار میکنم. شما با همین فرامور اوردر بای سلکت رو هر دوتا میتونی کار بکنی. من بهت قول میدم یه برنامه خوشگل با بانک اطلاعاتی بنویسیم، عملیات کرود رو از چیز بگیریم، دقیقاً یه گرید بذاریم دیتا رو بیاره، شده یه دفترچه تلفن می‌نویسیم. خوبه؟ شده مایکروسافت تضمین بکنه. آره این کارا رو می‌کنیم که قشنگ اینا، یعنی قشنگ لمسش کنی، احساس کنی که اصلا من اینو بلد بودم، این چی داره میگه، واسه چی از این پرسیدم، خودم که بلدم. بریم بعدی. اون گیمرم نمیدونم با چی نوشته بودین، اونم به میاد میدین. کدوم میگین؟ مارپله؟ مارپله. ای وای نگفته بودم بهت. من یکم بیشتر روش کار کردم. میخوای ببینیش بعد یه دقیقه؟ نشونم دادین اون دفعه. تاست داره، میندازی صدا میده. آره دوست دارم ببینم. دوست داشتی یاد میدم حتما. اصلا خیلی دوست دارم بتونم گیم بنویسم، خیلی علاقه دارم بهش. مطمئنا با این که من نوشتم شما گیم نویس نمیشی، باید بری سمت چیز، ببخشید یادم بیاد، یونیتی اسمش یونیتیه. یونیتی از شما چه پنهون قبل از اینکه با شما آشنا بشم من یونیتی رو به صورت 2 ماه شروع کرده بودم، داشتم یاد میگرفتم بازی نویسی رو. منتها بعدش دیدم واقعا تو این سن من برای چی باید بازی بنویسم، فقط برای لذتش. همونجوری که شما دوست داری منم خیلی دلم میخواد یه بازی بنویسم. یه بازی گفتم فکر کنم برای شما، از این بازیایی که حباب میترکونه 3 تا جفت میشه بعد میترکن. از اونها نوشتم، خیلی لذت بخشه، خیلی بازی نویسی دنیای قشنگه. حالا ان شاءالله بعد از اینکه کارمون تموم شد شاید یه ذره مثلا راجع به بازی سازی هم با هم، تا حدی که بلدم، واقعا کار من بازی نویسی نبوده، منم دارم یاد میگیرم. خب بذارینش برای دانلود استفاده کنم. چی رو؟ همین گیمی که طراحی کردین. اینو
بله. برای شما بذارم منظورته؟ نه بذارین تو گوگل پلی یا اپل استور. آبا این برنامه تحت ویندوزه، من برای موبایل ننوشتمش. اونو میگی اون یکی رو میگی. بله. یه لحظه ببینم تو گوشیم دارم، بشه لحظه اینم بهت نشون بدم دیگه در حد یک لحظه. میبینی صفحه‌مو؟ بله. بذار بیاد من خودم ببینم چی میبینم. منم ببینم دیگه. یه ستاره جور کنم. خب صبر کنید من الان صفحه منو داری؟ دارم، خیلی ریزه. این صفحه‌تون رو ببندین. بذار آره یه لحظه صفحه رو بزرگ کنم، حالا که رفتیم تو بازی درس رو ولش کنیم. زنگ تفریحه. بله. الان صفحه رو منو داری الان؟ بله دارم. خب موبایل منم که داری قشنگ. بله. این صفحه هم که میبینی. من یه ستای دیگه جور کنم اول اینجوری. میبینی؟ خیلی حرفه‌ای ننوشتمش، ولی خب میگم اولین بازی بود که نوشتم. چه جالب، نشونم میده، خودش میگه که خیلی خوبه. خیلی من خودم میگم واقعا لذت میبرم از اینکه با آرامش گرفتم اینو نوشتم. خب خسته نباشید، صفحه‌مون تموم شد. صدام براش گذاشتم، یعنی صدا میده و فلان. برای مارپله من اومدم یه همچین صفحه اولش ایجاد کردم. میخوای با کامپیوتر بازی کنی، 2 نفره، 3 نفره، 4 نفره. حالا من یه بار با کامپیوتر بازی کنیم. اسم خودم می‌نویسم. من نمیبینم بخاطر اینکه صفحه‌مو شیر نکنم، ببخشید. خب الان می‌بینین؟ بله. بیاد پایین. ببین با کامپیوتر 2 نفره، 3 نفره، 4 نفره یه اسمی میگیره. حالا فعلا با کامپیوتر بازی کنیم. اسم خودم رو گذاشتم حمید. شروع می‌زنم. میگم هنوز بازم احتمال باگ داشتن داره. اینجا هم دقیقاً حرکتایی که میدم و بهم نشون میده. نگاه کن، من تاسو میندازم، صدا رو هم گوش کن. نگاه کن، کامپیوتر 6 آورد، بعد یک آورد اینجا رفت بالا. حالا من دوباره تاسو میندازم، من 2 آوردم، اون 4 آورد. از اینجا 1 2 3 4 اومد اینجا. بعد اینجا الان نگاه کن، میگه من شما ایجنت شماره 0م. ایجنت شماره 1 که هنوز نیاوردم. نگاه کن، یکی آورد. حالا دیگه اینجا حرکت دیگه 6 آوردم، بعد 5 آوردم. اینجا 6 کاش 1 2 3 4 5 اومدم اینجا. من ایجنت شماره 1م، زیرش نوشته 1. دیگه حالا خلاصه تا اون آخر بره اینجا، آخرش حالا یه آهنگی پخش می‌کنه، میگه شما برنده شد. اینجا هم در لاگ حرکتامون میتونی بررسی کنی که مثلا پلیر 1 چند آورد، قبلا کجا بود، بعد به کجا رفت، تو چه سلولی قرار گرفت، حالا توضیحاتی که بیت و هایتش چند بود اون خونه. اگه دوست داشتی ما حتما اینم یه حرکت میزنیم. حالا اصلا این بازی با کامپیوترش بود و باگ داره ها، هنوز برنامه کامل نیست. فرض کن میخواد 4 نفره بازی کنه. آقا برای نسبت کدوم احمقی میاد تو کامپیوتر 4 نفره میاد مارپله بازی میکنه؟ من بخوام سرمایه گذاری کنم ها، اینو بخوام بنویسمش. فکر کنم ماکسیمم 2 نفره باشه آنلاین با هم بازی کنم. کسی با کامپیوتر بازی نمیکنه به نظر من. حالا این 4 نفر میخوام با هم بازی کنن. ببین این تاس میندازه، این تاس میندازه. حالا این ترتیباشو من درست توالیشو درست نکردم که فعال بشه. این نگاه کن، هیچ کدوم 6 نیاوردن. الان یک 6 بیاره اتوماتیک دوباره بندازه. خودش انداخت. دیگه من دوباره 6 آورد. آره 6 آورد، یه 3 هم آورد رفت اینجا. اینجا هم حرکت‌ها قابل چیزه. نگاه کن. خب دیگه بس دیگه. من بردم دیگه. من آره دقیقاً. حالا اینم چشم. حتما یه جلسه راجع به این صحبت می‌کنیم. خوبه فکر کنم یه جلسه. بله. می‌خواید الان وقتش نیست. واقعا نریم واردش نشیم درسمون. دوست داشتم کدشو می‌دیدم. الان می‌خوای ببینی؟ می‌خوام ببینم چند خط کده. خب چند خط که چند تا فایل دیگه. باید ببینم حالا باز بوده آخرین بار. آره بذار بکنم همین. میدونم کدش متوجه شاید نشی وگرنه برات میفرستم. در اصل برات میفرستمش، این مال شماست. من برای با هدف شما نوشتم. واقعا معنی نداره. من اگه می‌خواستم حرفه‌ایشو بنویسم باید برم با یونیتی بنویسم. با سی شارپ کسی بازی دیگه نمی‌نویسه. منطقی نیست. من هدفم این بوده که چیزایی که یاد گرفتیم و یه جورایی اینجا تبدیل کنم به کد. ببین این ساختار منه. حالا یه سری چیزاش هنوز میگم مشکل داره، باید درست کنم، ولی
تقریبا چیز شده. یه فرم داره همون سلکتد پلیره که الان با هم دیدیمش که چند نفره میخوای بازی بکنی. این مین فرم صفحه اصلیه، یوزر کنترل داره، صداها هستن، منابع یا ریسورس، عکس‌ها هستن، کلاس‌ها هستن، ارث‌بری، اینترفیس، همه اینا توش استفاده شده. درست. چون اولین بار زدن میخوره کند شد. نظرم الان خب اینا کنین صفحه مثلا. بعد پشت صحنه حالا من میگم ویندوز فرم رو ان شاء الله یکی دو جلسه دیگه تا باید بستگی که این لینکیو و فایل‌ها تموم بشه. میریم توی ویندوز فرم و اینا همه براتون توضیح میدم. مثلا نگاه کن اینجا از نامه استفاده کردم. ببین چقدر باحال. اینکه اون موقع میگفتی به چه درد میخوره. ببین اینجا مثلا گفتم سبک بازی یه نفره باشه، دو نفره، سه نفره، چهار نفره، وان پلیر، تو پلیر، تری فور پلیر. نوع مکانی که اون به قول معروف تاس قرار میگیره معمولی باشه، توش مار باشه یا توش نردبون باشه. می‌بینی؟ حالا اینا رو با هم همین رو می‌ریم یاد می‌گیریم، مثلا لذتشو می‌بریم. بله. خیلی هم بذار بورس نشونت بدم در حد یه اشاره. تا اینجا بازه. بذار خوب شد که باز. چون یه ساعت بعد اینو می‌زدیم. این نیست. بورد. بذار بازش کنم. آره این که خودش یه نقاشیه، یه عکسه. قبلا بهت گفتم خود این یه عکسه. من دارم با مختصات‌ها بازی می‌کنم. کد اصلی تمام اینجاست. یعنی اصلی ترین کدها اینجاست. نگاه کن. من اینجا از اون ایندکسرها که میگفتی به چه درد میخوره استفاده کردم. ببین اینهاش. می‌بینی ایندکسر. دقیقاً هم به صورت رزوم گذاشتم که بعداً اینو برات توضیح بدم که چقدر خوب میشه اینجا از ایندکسرها استفاده کرد. از کلاس سازنده استفاده کردم، مقداردهی کردم، از دیکشنری‌ها استفاده کردم برای نردبون‌ها و مارها. از نیاکان متغیرهای پرایوت درونی محلی استفاده کردم، از آرایه‌های تک‌بعدی و دوبعدی استفاده کردم. به هم میشد ساده ترم نوشت. اینکه داسته از اینترفیس تبعیت بکنه، یعنی یه اینترفیس اینجا ازش استفاده کردم. نیاکان آیدایس یه مقدار مین داره، یه ماکس داره، یه ولیو داره، یه رول داره، یعنی بندازمش. رولش اومدم یه دایس از جنس اون اینترفیس پیاده سازی کردم. اومدم گفتم چی؟ حالا به صورت سازنده بدون پارامتر بود 1 تا 6 بذار. اگر پارامتر گرفت شما تاسما میتونه مثلا یه عدد دیگه هم بگیره، مثلا بین 7 تا 100 بگیره. خب عدد اونجوری تولید بکنه. حالا تو این بازی مال پلی ما این 1 تا 6 کاربرد داره. بعد اینجا حالا این برای شما خود عجیبه. این اسیم چیه، اویت چیه، راجع به برنامه‌نویسی نامتقارن بعداً با براتون حرف بزنم. این باعث میشه شما چند تا کار همزمان رو بدونید که برنامه هنگ بکنه، در واقع چند تا تابع همزمان رو اجرا بکنی تا وقتی هم که کارش تمام نشده شما بتونی کار دیگه انجام بدی، برنامه هنگ نکنه. حالا وارد کدنویسیش هم نمیشیم. فقط خواستم بگم که پشت این تمام درسایی که تقریبا اکثر چیزایی که با هم یاد گرفتیم رو ما میتونیم چیکار کنیم اینجا پیاده‌سازیش رو ببینیم. اینم در جواب همه اونایی که میگفتیم به چه درد میخوره کجا استفاده کنم. با اونا من تونستم مارپله بنویسم مثلا. حالا وارد کدنویسی منم میشین. الان نه بعداً کدنویسی منم میبینی که اونجا هم کد چیزا بذار دیتابیس ها رو یاد بگیری. بعد از اینکه دیتابیس یاد گرفتی حتما نه تنها این بازی رو با هم میریم ان شاءالله، برنامه‌ای که من نوشتم هم حتما باش از 0 تا 100 خواستی میریم، کلیاتش رو خواستی هم میریم. کلا کدای منو میبینید دیگه چه شکلی کد زدم. به معنای واقعی برنامه‌نویسی پیشرفته رو شما اونجا میبینید. یعنی برنامه‌نویسی که در حد یک آدم سنیوری که شما گفتی و اونجا قرار جذب بشه و حتی به عنوان یک مدیر ارشد جذب بشه و اگه اون یاد بگیری البته اون کد بزنی شما میشی یک برنامه‌نویسی که کاملا مسلطه و با اعتماد به نفس کامل میتونی بری سر کار. خب بریم ادامه داستان. هوایی نشدی که ان شاءالله. نه زنگ تفریح خوبه دیگه. الان من فکر میکنم لازم بود یه زنگ تفریح داشته باشیم. درسته؟ رفتیمون رو دیدیم. خب بریم یه مثال دیگه ببینیم. من اینو گفتم الان این متد سینتکس بود، اینم کوئری سینتکس بود. اونجا رو فهمیدیم چیز خاصی نداشت. این رو اول نگم بیایم فانکر رو بگم. خب فانک اکشن قبلا یاد گرفتیم. این فانک یه ورودی داره از نوع اینتجر، خروجی از نوع بولیان. من میتونستم به جای فانک اینو چجوری بنویسم؟ علی گفتی به صورت لامدا. نه منظورم این نبود. ما چند تا حالت چیز داشتیم دیگه. فانک و اکشن و یکی دیگه هم بود. پردیکیت. بله. من میتونم اونو این شکلی هم بنویسم. ببین مای فانک مساوی با چک فانک.
اینو حالا چون اسمشون با هم یکیه من هایلایت کامنت کنم. اینجوری هم میتونستم بنویسمش دیگه، درسته؟ ولی اینجا قبولش نمیکنه. چرا؟ چون چیزی که الان مد نظر وره این امضا نیست، این امضاه. حالا فقط خواستم بگم برای استفاده کردن از این من میتونستم اینو این شکلی هم بنویسم. اینو بیارم سر جاش. خب اینجا هدفم این بوده بگم یه ور، اینجا ور ما اینجوری به صورت لامدا توش نوشتیم دیگه، درسته؟ لامدا اکسپرشن شرطمون رو نوشتیم. من میتونم به جای این کار یه متد بهش پاس بدم، یه متدی که دقیقاً این عملگرا تو بدنش استفاده کن پیاده سازی شده. شما فرض کن x بزرگتر از 5 و این فلان فلان اینجا نوشته و اسم این متد و یه مقدار بولیان هم ریترن میکنه، یه ولم داره میگیره. قبوله؟ خب این اگه قبوله بس من میتونم اینجا به جای اینکه بیام این شکلی ور بزنم اینجوری زر بزنم، میتونم دیگه، نمیتونم؟ مشکلی که نیست. نه درست. دیگه قشنگه الان اوکیه؟ بله. اگه اینجا گیر نیستی، گیر هستی بگو، واقعا حس میکنی یه مبهمه برات ابهام داره بگو. من حس میکنم شما فانکو بلدی، حس میکنم اینجا به جای اینکه بیای اینجوری عبارت لامدا بنویسی اونو به صورت متد در آوردی، متد رو اینجا صدا زدی. نگاه کن مگه دیلیگیت نیست اینجا؟ ور علاوه بر لامدا دیلیگیت هم میگیره. یادت باشه من گفتم تو بحث دیلیگیت ها وقتی یه وکیل اینجا میخواد شما میتونی موکل و معادلش بذاری چون پشت صحنه همدیگه رو میشناسن، درسته؟ پس اینم برات آشنا، چیز عجیبی نیست. اینجا دیلیگیت داره میگیره. شما اگه کنترل شیفت اسپیس بار بزنی میگه برادر بسیجی من فانک میگیرم، من دوباره دیگه فانک میگیره دیگه. این فانکه پشت صحنه فانک چی بود؟ دیلیگیت بود دیگه. یا من میتونم فانک رو مستقیما بنویسم که منطقی نیست حالا دیگه فانک تو این بنویسم، میشه این دیگه. میتونم به صورت لامدا بنویسم یا اینکه یه دونه متد بنویسم با امضای اون فانکی که من دارم، یعنی فانک رو بیرون بنویسم امضاشو تبعیت بکنم و دقیقاً در نهایت فانک رو صداش بزنم. به همین قشنگی. دقیقاً. خب اینجا هم که دیگه یه کوئری چیزی فوری زدم تو دل این، گفتم برو تو این تر جایی که این شرط ست کرد. اینجا مثلا چند تا 25 تو این داریم ما، توی این یکی دو تا داریم، این دو تا رو برای ما برمیگرده، کار خاصی نمیکنه دیگه. تست 2 نقطه مثلا 25 چیز مسخره. یه فقط خواستم بگم فیلتر میکنه، چاپ میکنه. حالا ما اصلا واردش نمیشیم، اجراش هم نمیکنیم چون مشخصه. بریم مثال بعدی.